محترم جماعت، محبت به پیامبر از روی ایمانداری است. محبت به اویله هم از روی ایمانداری می شود. امروز درباره آدمی که با محبت مادرش و پیامبر معروف است صحبت خواهیم کرد. نام آن کس حضرت ویس قرنی. ویس قرنی در یمن به دنیا آمد. در 4 سالگیش پدرش مرد. حضرت ویس بزرگ شد و به یکتا بودن خداوند ایمان داشت و با این عقیده زندگانی میکرد. بت‌ها را سجده نمیکرد. مردم او را نمیفهمیدند و همیشه مسخره‌اش میکردند. او را تنها یک نفر میفهمید، او هم باشد مادرش. حضرت ویس انسانی مبارکی بود. همیشه در خدمت مادرش بود و برای پیشبرد زندگی جای کار میجست. در آخر تصمیم گرفت که برای از طعنه و مسخره بتپرستان دور بودن و با خداوند یکتایی که با او ایمان داشت در تنهایی ماندن راه چوپانی را پیشه کند. همین خیل در کوه و پشت بیکس و تنها با خداوند خود تنها میماند و همیشه درباره یگانگی خدا و راه حق فکر میکرد. ویس قرنی در کوههای تنها به خداوند پناه برده افق عقلیش را وسیع کرد و مثل هر یک پیغمبر در تفکر فرو میرفت و منتظر یک مژده نیکویی بود. و دیر نگذشته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام را خبر ظهورش رسید که مردم را به دین حق دعوت میکنند. حضرت ویس قرنی این خبر را شنیده هیچ کس او را به دین اسلام دعوت نکرده اسلام را همان زمان پذیرفت و از جمله مؤمنان شد. با مادرش باشد کلمه توحید را ویس خودش آموزانید و مادرش هم مسلمان شد. ویس قرنی بعد از مسلمان شدنش موافق دین اسلام زندگی میکرد. دلش پر از محبت خدا و پیغمبر بود و یگانه آرزویش دیدن پیامبر خدا بود. با این آرزویش سرگردان میگشت، ولی مادرش آن زمان پیر شده بود. چشمانش نمیدید و پایهایش کار نمیکرد. ویس قرنی دست و پای و چشم مادرش شده بود. او را میخوراند، میپوشاند، شسته پاکیزه میکرد، یکی گفتهش را دو نمیکرد. کودک بری نگاهش میکرد. ویس قرنی مادرش را تنها گذاشته به دیدن رسول خدا رفته نمیتوانست، ولی دلش در آرزوی دیدن پیامبر خدا بریان گشته بود. روزی رسید که در آرزوی دیدن پیامبر خدا طاقت حضرت ویس طاق شد. از مادرش اجازت خواست تا به مدینه رود. آرزویش تنها یک بار دیدن پیامبر خدا بود، ولی مادر پیرش به این سفر راضی نبود، چون که غیر از حضرت ویس قرنی دیگر کسی نداشت. مادرش بیچاره‌وار به ویس گفت اگر خواهی رو، اما مرا به کی امانت میگذاری؟ حضرت ویس قرنی آرزوی یک مرتبه دیدن پیامبر خدا را نیز در دلش گوراند و مادر پیر و محتاجش چیزی گفته نتوانست، ولی آرزوی دیدار او را همیشه رنج میداد و گریه میکرد. خدا و رسولش را همیشه یاد میکرد. محترم جماعت، محبت ویس نسبت پیامبرمان به درجه رسیده بود که جناب پیغمبرمان بعضا رویش را به طرف یمن میکرد و میگفت از طرف یمن شمالی رحمت به مشام میرسد. حضرت ویس قرنی حالا به مدینه نرفته بود، اما جناب پیغمبر از بودن او خبردار بود. یک روز دل ویس قرنی برای دیدن رسول خدا آنقدر سوخت که دیگر طاقت نکرد و در نزد مادر پیرش به زانو زد و گفت مادر جان، دیگر طاقت در من نماند. التماس برای دیدن پیامبر به من اجازت بده مادر جان. مادر ویس که بسیار ناتوان شده بود با صدای خسته با او گفت پسرم، این مادر پیرت را به کی گذاشته می روی؟ ویس قرنی گفت پیامبر را دیده زود می آیم، وقتی زیاد نمی ایستم. مادر ویس قرنی با غمگینی خنده کرده گفت پسرم، در آن راه گرم و بی خوراک چه خیل مسافرت میکنی؟ عشق پیغمبر عقل تو را از سرت گرفته است. از اینجا به مدینه چند هفته این راه است. نه اشتر داری نه اسب داری که سوارش شوی. ویس قرنی با دلی پر جواب داد مادر، کافی است که تو اجازت بدهی برای یک بار دیدن پیامبرمان به همه مشکلی طاقت میکنم. مادر ویس قرنی با یک بیچارگی و ناچاری گفت خوب پسرم برو، اما یک شرط دارم. وقتی که به مدینه رسیدی راست به خانه پیامبر می روی، درش را می کوبی. اگر جناب پیغمبرمان در خانه نباشد منتظر نشده همان زمان بر می گردی. ویس با خوشحالی دستی مادرش را بوسیده و گفت راضیم مادر جان. حضرت ویس آمادگیش را دید و به راه برآمد. روزها هفته‌ها در بیابان راه می رفت. خسته شوی را نمی دانست. یک لحظه هم استراحت نکرده به راهش ادامه می داد. عشق پیغمبر خدا به دلش
آن قدر تأثیر کرده بود که گرسنه ماند، بی آب ماند، بیابان‌های تفسان بودند، اما هیچ یکی از این مانع راهش نشد و راهش را دوام داد. هر چیز زودتر رسول خدا را دیدن می‌خواست. آرزوی دیدار بینی با رسول خدا همیشه دلش را خنجر می‌زد و یرادار می‌نمود. در نهایت روزی به شهر مدینه رسید. خانه پیامبر را پرسیده پیدا کرد. در را با هیجان کوبید. بسیار شاد بود که حاضر پیامبر را می‌بیند. اما پیامبر خدا آن زمان در خانه نبود، به کجای سفر کرده بود. با ویس قرنی گفتند اگر پیامبر را دیدن خواهی باید تا فردا منتظر شوی. اما حضرت ویس قرنی امانتدار بود. وعده ای که به مادرش داده بود نشکست. به مادرش وعده داده بود که اگر پیامبر را در مدینه نیابم همان زمان به خانه برمیگردم. و ناچار حضرت ویس به خانه اش برگشت. سالها و ماهها پس سر شد. ویس همانا آرزو میکرد که دیدار رسول خدا را ببیند. اما روزی به ویس قرنی آوازه‌ای از این دنیا گذشتن پیامبر خدا رسید. ویس قرنی از گریه بسیار از هوش رفت. بعد وفات پیامبر خدا دو صحابه پیامبر ویس قرنی را جستجو نمودند و او را پیدا کردند. آن زمان او در کوه مشغول شترچرانی بود. با او واخوردند و جامه پیامبر خدا را به او دادند و گفتند که پیامبر خدا وصیت کرده بود که جامه‌اش را به تو بدهیم. حضرت ویس با صدای نالان و لرزان گفت من یک بنده عاجز و گناهکار هستم. شاید ویسی که شما میکوبید کسی دیگر باشد. فرمودند نه تو هستی، زیرا که جناب پیغمبر همه نشانه های تو را به ما گفته بود و تو به پورگی موافق هستی. ویس قرنی جامه مبارک را به حسرت بوی کشید و همان زمان از هوش رفت. محبت به پیامبر خدا یکی از پایه های دین است برادران. اگر ما پیامبر خدا را از جانمان دیده بسیارتر دوست نداریم پس مسلمانی ما کامل نیست. محبت به رسول خدا را از ویس قرنی بیاموزید. ویس قرنی بعداً به لشکر علی ابن ابو طالب پیوست و بر ضد معاویه ابن ابو سفیان جنگیده به شهادت رسید. آن جنگ با نام جنگ صفین معروف است. ویس قرنی تا آخر عمرش از گفته خدا و پیامبرش هرگز دور نشد و بنده مبارکی بود. خداوند تعالی ما را مثل ویس قرنی صاحب ایمان کامل و رسول اکرم را شفاعتش را نصیبمان کند ان شاء الله. آمین.